به زبان تو آسان کردیم. به ما گفته. اگر واقعا خدایی وجود داشته و این کتاب را به توی مسلمان فرستاده، برایت خودش گفته که این قرآن را به زبان تو آسان کردیم. پس هر عالم دین، هر دکاندار دین ادعا میکنه که قرآن باید نزد ما تحلیل شوه، یا خدا دروغ میگه یا اون عالم دین دروغ میگه. از این دو نفر یا از این دو موجود، خب نویسنده قرآن را من انسان میدانم نه خدا، چون ما در مورد اسلام داریم صحبت میکنیم. ما واژه خدا و الله را استفاده میکنیم تا برای دوستان ما عام فهم شود. این قرآن را به زبان تو آسان کردیم تا پرهیزکاران را مژده دهی و ستیزگران را بترسانی. آیت به محمد آمده، چون وظیفه مژده دادن و وظیفه ترساندن مربوط محمد میشه. بشیر و نذیر بوده. نذیر بشارت دهنده بوده و ترساننده بوده. بشارت دهنده یعنی مژده میداده و میترسانده. این آیت به خود محمد آمده که این قرآن را ما به تو آسان کردیم. چرا؟ چون مسلمانان میگن پیامبر ما بی سواد بوده. به اون خاطر قرآن را بسیار ساده کرده که یک بی سواد هم بتونه این قرآن را بفهمه. بسیار ساده و بسیار بسیط. دوستان اگر امکانش از برنامه را به دوستانتان بفرستین تا عزیزان ما بیاین و این برنامه برای جوانان ما بسیار مفید هست. میریم به آیات بعدی که باز هم تکرار کرده امین الله که قرآن ما ساده هست. در سوره دخان آیه 58 ما ادای سخن خیش را به زبان تو آسان کردیم باشد که پند گیرند. گفتم ما سخنان ما را، کلام ما را به نام قرآن آسان کردیم تا در هر سطح سوادی که مردم باشن این کتاب را بتونن درک کنن و پند گیرن. سوره دخان آیه 58. میریم به آیت بعدی، سوره قمر آیه 17. همچنان تکرار مکررات. البته این تکرارهای قرآن هم برای ما بسیار جالب هست. اگر قرآن را تکرارش را حذف کنید شاید 60 یا 70% قرآن حذف شود، چون در یک سوره یک آیت را 31 مرتبه تکرار کرده. مثلا در سوره رحمان برین آیه که تو کذبان آخرش هست، ببینید که 31 مرتبه در 70 چند تا آیت تکرار شده. یعنی نصف این سوره تکرار مکررات هست که این خودش نفی از بر این که در قرآن قواعد ادبی مراعات نشده. استفاده از مکررات در یک کتاب، در یک متن، ناتوانی نویسنده اون متن را نشان میده. در یک سوره 31 مرتبه یک آیت اگر تکرار شود دیگه واقعا باید شک کرد که نویسنده قرآن با ادبیات زبان عرب آشنایی نداشته. خود مکررات، تکرار مکررات کافی است که ما بدانیم این قرآن از جانب فرد با سواد نیامده که آنچنان سواد دستور زبان عربی و ادبیات عرب را داشته باشه. میریم به سوره قمر آیه 17 برای دوستان اینجا به نمایش گذاشته شده. و این قرآن را آسان ادا کردیم. ای ملا و ای آخوندی که میگی قرآن آسان نیست، نیاز به تفسیر داره، باید ما تحلیلش کنیم، نیاز به متخصص داره، باید دانشگاه بخونی، باید علوم اسلامی بلد باشی، تو دروغ میگی یا خدا دروغ میگه؟ خب مشخص است که خدایتان نباید در برابر شما حداقل دروغگو باشه. اینجا گفتم ما قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرن. آیا پند گیرنده‌ای هست؟ باز هم گفته آسان ادا کردیم. سومین آیت. 3 تا آیت را به شما دوستان تا کنون و معرفی گرفتم. باز هم این سوره قمر، باز هم سوره قمر آیه 22 و این قرآن را آسان ادا کردیم که نیاز به تفسیر نداره. کلامی که آسان ادا شده. اگر من کتاب بنویسم بگم کتاب من آسان است، آیا این کتابی که آسان هست نیاز به تفسیر داره؟ نیاز به افرادی داره که با من صحبت کرده باشن و من نزدیکتر از شما باشن؟ نه خیر، تا از آن پند گیرن. آیا پند گیرنده ای هست؟ بازم تکرار مکررات. سوره قمر آیه 17، سوره قمر آیه 22. تکرار، هر دو آیت تکرار هستند. چی نیاز داری در بین 2-3 تا آیت تکرار کنی دوباره موضوعت را؟ من در برنامه ها تکرار زیاد میکنم موضوعات را عزیزان. با چی دلیل تکرار میکنم؟ چون مسلمانان باید در عمق قضیه برن. من فرد هستم، امکان داره تا جاهای اشتباهات ادبی داشته باشم در زبان پارسی خود ما، اما خدا دیگه نباید به این شکل باشه. در آیه 22 سوره قمر بازم تکرار میکنه. اینجا هم نوشته که احتمالاً خط رو خط افتاده. جبرئیل 2 بار در یک آیه را به محمد در یک سوره نازل کرده. 2 بار تکرار کرده.
کپی پیست. بازم در همین سوره قمر، همین سوره که تا آیت 22 آمدیم، الان در آیه 32 باز هم تکرار کرده همین مسئله را. و این قرآن را آسان ادا کردیم یک جا، و این قرآن را آسان ادا کردیم دو جا، و این قرآن را آسان ادا کردیم سه جا. در یک سوره سه بار تکرار. آیت 17 همان سوره، آیت 22 همان سوره و آیت 32 همان سوره. آیا پند گیرنده هست؟ آیا از آن پند میگیرند یا آیا پند گیرند؟ تا از آن باز هم تکرار مکررات در همین سوره بار چهارم تکرار میکنن. سوره قمر، و این قرآن را آسان ادا کردیم تا پند گیرند. یک سوره، یک آیت سوره قمر با همون متن آسان ادا کردیم تا پند گیرند. یک جا آسان ادا کردیم تا پند گیرند. دو جا همون سوره سه جا و این قرآن را آسان ادا کردیم تا پند گیرند. همون سوره 4 جا و این قرآن را آسان ادا کردیم تا پند گیرند. این نویسنده قرآن یک فردی بوده که با ادبیات زبان هم آشنایی نداشته. اما موضوع بحث ما ادبیات زبان نیست، بلکه ما میخواهیم ثابت کنیم که این قرآن به زبان ساده قابل تحلیل هست. نیاز به آخوند و ملا و متخصص و ریش دراز و ریش کوتاه نداریم. ما نیاز به این ملاهای نکتای پوش و